با سلامی دیگر باره به شما بینندگان عزیز، شالگل خوجه هستم و ساعت به وقتی پراگا رسیده و در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تازه رو میرسونم و خاطر نشان میکنم که 3 ساعت پس شما عزیزان رو در پخش مستقیم برنامه خبری با گزارش‌های روز از تاجیکستان و جهان منتظر خواهیم بود. یادتان نرود. از آغاز ماه می و بعد از اون که مقامات موجودیت کرونا ویروس را در تاجیکستان تصدیق کردند، 11 محبوس با نشانه‌های مانند به این بیماری فوت دیدند. اما مسئولین اداره زندان‌ها میگویند مرگ این محبوسان نه از کووید 19 بلکه از التهاب شوش یا پنیومونیا بود. منصور جان عمرов سردار سیاست اجرای جزای جنایتی در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار محبوسانی که با حرارت بلند بستری شدند در روزهای اخیر کاهش یافته، حالا تنها 7 محبوس از طب بلند شکایت دارند. حرارت بلند یکی از نشانه‌های اصلی سرایت کرونا ویروس است، ولی مسئولین اداره زندان‌ها مبتلا شدن محبوسان به بیماری همگی را رد می‌کنند. منصور جان عمرов گفت 11 محبوسی که از ماه می با این نشانه‌ها فوت دیدند گرفتار پنیومونیا بودند. اما برخی از نزدیکان محبوسان به این گفته‌های مقامات درباره نبودن کرونا ویروس در زندان‌ها از آغاز شبهه داشتند. از جمله افرادی نزدیک به عبدالفیض رجبов محبوسی 47 ساله قبلا گفتند که او از بیماری کووید 19 در زندان وفات کرده است. رجبов روز 9 می در محبس رقم 1 شهر دوشنبه فوت دید. شهرت رحمت‌الله پسر رحمت‌الله رجب در صحبت با رادیو آزادی گفت تشخیص رنتگن پدرش را به یک طبیب خارجی نشان داد و این پزشک گفته 90% پدری او گرفتاری کووید 19 است. شهرت رحمت‌الله میگوید از پدری او و دیگر محبوسان تست نگرفتند و داروهای ضروری را هم خودشان به زندان دسترس میکردند. اطلاع درباره وضع زندان‌های تاجیکستان در شرایط کرونا ویروس اساساً از صحبت‌های مقامات و تماس‌های محبوسان با نزدیکانشان میرسد. نزدیکان زندانیان گفتند بعد از خروج کرونا ویروس در کشور خویشاوندانشان همه روزه تلفنی از زندان با آنها صحبت میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از نشر گزارش درباره رکود اقتصاد در سال 2020 با معاون پرزیدنت بانک جهانی راههای کمتر کردن تاثیر کووید 19 را به اقتصاد کشور بررسی کرده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت صحبت آنلاین 10 ایون برگزار شد. منبع خبر داد که امام علی رحمان و انا بیرده وزیر جامعه جهانی چاره‌های تبابت و پیشگیری بیماری کووید 19 را در تاجیکستان بررسی کردند، ولی جزئیات ملاقات را آشکار نکردند. بانک جهانی تاکنون برای پیشگیری از بیماری همگیر و مقابله با آن به تاجیکستان بیش از 11 میلیون دلار داده است. و این نهاد بین‌المللی مالی روز 8 ایون گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان را نشر کرد و در آن گفت اقتصاد تاجیکستان در سال 2020 رشد نمی‌کند بلکه برعکس کاهش یافته در سطح 2% زیر صفر قرار می‌گیرد. این رکود اقتصادی در تاجیکستان از زمان امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به سابقه گفته می‌شود. ولی بر اساس پیش‌بینی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان امسال اقتصاد کشور رشد 5% خواهد داشت. قبلا وزارت میزان رشد اقتصادی کشور را در سال جاری 7.5% پیش بینی کرده بود. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد که دیروز 5 شهروند باقی مانده تاجیکستان که بنابر قطع پروازهای بین‌المللی در کویت درمانده بودند از آنجا به وطن آورده شدند. بازگشت این نفران توسط پرواز چارتری امکان پذیر گردید. با همین هواپیما از کویت به تاجیکستان 15 تن کمک بشردوستانه طبی رسانده شده است. قبلا یعنی 5 ایون نیز 2 هواپیما از کویت به دوشنبه یاریهای طبی مردم کویت و 12 شهروند تاجیکستان را آورده بود. روز 15 ایون مهلت قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره دادن سبوکی به شهروندان خارجی و افراد بی شهروند در شرایط پاندمی کووید 19 به پایان میرسد. طبق طلبات الکی از روز 16 ایون مهاجران باید با پاتنت فعالیت کنند که پولش از نیمه همین ماه پرداخت شده باشد. قبلا پرزیدنت فدراسیون مهاجران در روسیه وادیم کوژنف گفته بود که برای دراز کردن مهلت قراری دادن سبوکی تا 15 سپتامبر با حکومت کشور و نهادهای داخلداری روسیه پیشنهاد ارائه کرده است. اما ظاهراً تا هنوز در این باره هیچ دگرگونی صورت
نگرفته است و باید بگم که روز 8 ایون ولادیمیر پوتین زیر یک قانون دیگری امضا گذاشت که طبق آن من بعد شهروندان خارجی که در حدود روسیه خانه شخصی دارند حق پیدا میکنند که نفر دیگر رو در این منزل به قید بگذارند و یا به اجاره بدهند. این قرار از ماه سپتامبر به حکم اجرا می‌دارد. مسئولان حکومت نویه اشت در ولایت سوخت بعد از یک روز بررسی دعوای خبرنگاری نشریه شهرت اشت و رادیوی دیور در دادگاه با او سازش کردند. هیجان عادل شکایت داشت که رئیس نویه 5 ماه جون به درخواست او برای گرفتن یک پارچه زمین نارضایت میدهند و نه جواب رد، در حالی که به ادعای او در این مدت به نامه‌های همسان دیگران رسیدگی شده است. خبرنگار روز 10 ایون به رادیو زودی گفت دعوای مرا پرخوانی کردند و به سازش رسیدیم. همین بگاه حکومت نویه در برای دادن پارچه زمین برای ساختن دکان خرد قرار قبول کرد. هیجان عادل تقریبا نیم سال تلاش داشت برای ساختن دکان بازیچه ها در دهه دوستی نویه اشت پارچه زمین بگیرد و گمان داشت که فعالیت خبرنگاری و نوشته های تنقیدیش در برای نویه به این وضع سبب شده است. حقوقشناسی حکومت نویه اشت محیدین شودیف روز 9 ایون به فعالیت روزنامه‌نگاری و نشر مطالب انتقادی هیجان عادل ربط داشتن قضیه را در صحبت با رادیو زودی کاملا به پایان دانست. او میگوید با ماهانه روزنامه‌نگاری تامین کردن عائله عبارت از 5 نفر دشوار است به قبل روزنامه‌نگار و برای همین میخواهد دکان خرد بازیچه شاید و درآمد به دست بیارد. خب بینندگان عزیز، این چند خبری تازه بود که خواستم در این ساعت به شما بگویم و خبرهای بیشتر از این را در اختیار شما بعد از رساسی ساعت دیگر در برنامه خبری خواهیم گذاشت. تا اون وقت خود را احتیاط کنید و اگر شما نیز نواری داشتید و خبری داشتید لطفاً در اختیار رادیوی آزادی بگذارید. با سپاس از همراهی و همکاری شما. خدا نگهبانتان.